بله. الو. سلام علیکم آقا آرش. نه خیر آقا. تو نیست چرا دروغ میگی؟ من آرش نیستم. چرا نمیفهمی؟ اسمت چیه؟ من علیرضا هم. بفرمایید. علیرضا تویی؟ گوشی بده آرش. بابا به خدا آقا اشتباه گرفتی. آرش کیه؟ ببین تو یعنی شراره رو نمیشناسی ها؟ شراره کی آقا؟ نمیفهم با کی. شراره دخترم. چی کار کنم؟ نه با من چی کار کنی ها؟ تو نمیخواد کاری کنی. من خودم همه کارا رو میکنم. میکنمت. نمیفهم آقا اشتباه گرفتی. مزاحم. ببین تو من نمیخوای باش ازدواج کنی ها؟ با کی؟ ها؟ با کی آقا؟ این چه حرفی داره؟ برو دروغ نگو. با شراره دیگه. با مثلا بیتا میخوای ازدواج کنی ها؟ من این خط 2 هفته است گرفتم. راست میگی؟ به خدا این خط 2 هفته است گرفتم. 100 دفعه مزاحم شدم روی خط. نمیدونم شایدم. آخه میدونی چیه؟ من یه دختر دارم. خب اسمش شراره است. خب یه آرش اومده بود میخواست بیاد. آرش کیه؟ یعنی صاحب قبلی خط؟ آره دیگه حتما دیگه. من نمیدونم. تو راست میگی دروغ میگی. خب چرا فوش به من میدلا؟ شما نمیفهمی اول به کی زنگ زدی؟ من نمیفهمم ها؟ نمیفهمی دیگه. من نمیفهمم. فوش مادر به ما میدی؟ من فوش مادر به شما دادم. گفتم کسکش. خب یعنی چی؟ فوش بدیه دیگه. فوش مادره؟ خب بالاخره این هم فوش میده دیگه. کش فوش مادره. خب حالا بگو شما. خب دیگه میگم که من یه دختر دارم شراره. خب این آرش زنده میگه که میخواست بگیردش اینو. خب من طلاقش دادم مامانشو. بعد ول نمیکنه. خب الان من باید چیکار کنم؟ تو ول کن. چی ول کنم؟ شراره زنگ نزن. شراره شوهر داره. ول کن. بابا من آقا شما منو مثل اینکه اشتباه گرفتی. میگی بابا. خب من نمیدونم شما با کی کار داری؟ الان من باید چیکار کنم؟ شما کاری نمیخواد بکنی. شما تلویزیون الان دم دستته. خب بکن تو کونت. بکن برادر من بکن. میخندی ها؟ آقا واقعا شما مشکل داری؟ نه مشکل نداشتم که به تو زنگ نمیزدم. میخوای دختر من بکنی ها؟ آقا مثل شما نمیفهمی. من خودم دخترمو کردم. چونی گم شو